سلام علیکم دیوان. بانو کارینا در اصل یعنی پت پیرکانی پشتی ارمنیای مردمی بوده، بله آی پت پیرکان به این ملکای احتگم به سوئد و یک مدت لندن هم بوده و او دگون یک خانواده ایرانی که آیا هم ارمنی بوده پا جای رو بوده و به همین خاطر حب کرده که برود ایران و پارسی زبان سره کمی تحقیقات بکن. مدتی تهران بوده، پدا آیی فکر بدل بوده، گوشتگی مهنچه زبانی سر روان که کمتر سری کار بوده و آیی بلوچی زبان انتخاب کرده و بلوچی زبان آیی کویته رفته و او دگو عبدالله جان جمال دینی هم شور و مشورتی کرده و او دا زبان بلوچی کرسی طرف بحری زرده ونتگی. البته باز این چیزی چنین وانگان گشته از راه دور بوده، بله سر هر سال کویتر رفته و مدت او دا ماندگار هم بوده تا ایشی که 1987 میلادی واجه عبدالله جان جمال دینی هم ده یهد سوئد می کرده کارینای کرده یا همای وقت لوٹتا گد و هی دیگه مای دیگه را هم دیست می وحده که چه کارینا کاری تمام بود گوده ما دیگه بلوچانی هم گندو گدارو کم چون ما یک جاگاه نهیتی هر جا هیتی دو سه جاگاه هیتی یک چند مدتی همین کمی کرده بود و این مدت همه تز دکتری لکتا گد و چه دورند یعنی این زال تز دکتری تزی بلوچی زبانه و سه چار کاری کرده توهن کتابتی کار و یک گرامری، البته گرامری به لاتین زبان لکته و گشته مراد و مقصدی همه بلوچانی بودن که دنچ بلوچستان نندو که چون آیانی زهگان و عربی الفابتش آشنایی نیست و ایشی هم همه بلوچان درخواستند دنی به همه چوکان و بلوچستان رودرهتی این مشکل نیستد، الفابت انگلیسی لاتین مشکلی آبمی نیستد گشته که آنگونه مردم آشنایی هستد گونی الفابت گرامر که چیه رند ای وحدی چار پنج دیگه چی که ترجمه نهده و چین کار باز کرده که پنج شش کاری کرده و کنگه و هر سال یا یک میتینگ هم چه بلوچانی که زانت یا اطلاعی ها که تز زبان کار کنه مهمان هم یاری خاص طور چنا رو درهتی پهنات چنیدیم هم باز بری مردم یارتا بله ایدیم کم که گپتو گیره مرچان چو یک رنده اشرف و استاد یادگاری و ایپاچی هم یه حتی که تیمور را دیسته و یک رنده نه دو رند هم
دکتر محمودی هم مادیست که یافتگی ولی خب لا یکی ما بخاطر همه مسئله یک کدوم ای پدیرند بخاطر دیگه مسئله ای بله در همه ارتباط و ای بابت بابا زحمت کشی باز چه ما بلوچان گیشه ما بلوچان بدقسمتی سسته آزال کار کنگه و چندین دانشجوی بلوچ زبان بلوچی هستی بلوچ و غیر بلوچ یک رنده ما رابطه و چه که ما دورت 500 کیلومتره بله ما رابطه و چارته ما چارت آروچه 11 دانشجو هستد که چنه 11 این دانشجوان بلوچی زبانه فقط 2 مردم بلوچت 2 آدگران یا سوئدیته یا آلمانیته یا نروژیته می دانشجوهای بلوچ آروچه 2 دانگته البته ای گپ کنی جنا سال 1990 1990 میلادی گپه یعنی دیر این گپه 21 سال پیش گپه بله هنگر دانشجوی هست یه وقتی دانشجوی بلوچ ببینی اشکنک گشتر بوده و مکاتبه ای هم گپته من وقتی چوکی هم ربط نام لکت برای فاصله دورت 500 کیلومتر و آی گوشته کد ماه یک با باید بیاین ایشی بود که آهر ویلی کو منی کسترین چوک میرزا یک مدتی دانشجو بود برای کشتی نکو تو 500 کیلومتر بازد 500 کیلومتر روگ 500 کیلومتر برگرده 1000 کیلومتر و آی گوشته کد که قانون هنچین که بالاخره حتما باید کم ز کم ماه یک بیه یعنی 2 روز اوده ببیه کم ز کم ولی هست دیگه بلوچ هست که وانگم چه که آیا فاصله ها نزدیک تره یا جند اپسالا یا استوکولم این فاصله هانش کم تره 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت هم نبین 2 ساعت در همین 1-2 ساعت فاصله کمتر و گشتر بلکه برای دنی مردم هم ها یعنی نروژی سوئدی دیگه اروپایی مردم هم هست که وانگه مهربانی